صبر کن. قبل از اینکه فکر کنی اینم یکی دیگه از چالش‌های مسخره است، باید بهت بگم تو همین 30 روز من فهمیدم چرا آدما بی پول میمونن، حتی وقتی درآمدشونم زیاد میشه. من فقط خرجای کوچیک رو حذف کردم، چیزایی مثل قهوه بیرون، کرایه اسنپ و خرجای ریز و بی‌معنی، و نتیجهش هم نابود کننده بود و هم هیجان انگیز. اگر این ویدیو رو تا آخر ببینی تو هم میفهمی چرا خرجای کوچیک زندگی مالیت رو میخورن، بی صدا، آروم و خیلی حرفه‌ای. بذارید قبلش بگم چرا اصلا این چالش رو شروع کردم. راستش من همیشه فکر میکردم خرجای بزرگ زندگی رو خراب میکنه، مثل خرید گوشی گرون قیمت، خرید ماشین لاکچری، خرید لوازم غیر ضروری و از این جور چیزا. ولی یه روز داشتم حساب و کتاب 1 ماه گذشته رو نگاه میکردم، یهو دیدم 80% خرج هام رقم های ریز بودن. قهوه بیرون، دلیوری غذا، اشتراک های بی مصرف اینترنتی، کرایه های تاکسی و خریدهای احساسی زیر 200,000 تومان. این خرج ها کوچیکن ولی بمب ساعتی زندگی مالی هن. چون همشون تکراری هستن. همین منو به فکر انداخت و تصمیم گرفتم یه چالش درست و حسابی انجام بدم. چالش 30 روز حذف خرج‌های کوچیک. میخواستم ببینم بعد 30 روز چه اتفاقی میفته و نتیجه این چالش چی میشه. روز اول که شروع کردم فکر میکردم خیلی ساده است، ولی فهمیدم خرج‌های کوچیک یه جور اعتیادن. روز اول خواستم یه قهوه بگیرم، گفتم نه. روز دوم خواستم اسنپ بگیرم، گفتم نه. روز سوم خواستم یه چیز کوچیک بخرم، بازم گفتم نه. و تازه فهمیدم ما خرج نمی کنیم چون نیاز داریم، بلکه ما خرج می کنیم چون عادت داریم یا به نوعی عادت کردیم به این خرج‌های کوچیک. تا روز هفتم 3 چیز رو فهمیدم. اول، 70% خرج‌های کوچیک من اصلاً لازم و ضروری نبودن. دوم، من خسته نبودم، فقط دنبال پاداش فوری میگشتم. سوم، مغز آدم خرج کردن رو با خوشحالی سریع اشتباه میگیره. اینجا بود که فهمیدم خرجای کوچیک قاتل پول نیستن، بلکه قاتل دیسیپلین مالی هستن. وسطای هفته دوم بود یه چیزی دیدم که منو شوکه کرد. نشستم حساب و کتاب کردم، دیدم که من توی این 14 روز اخیر بدون هیچ زجر و سختی 3 برابر بیشتر از همیشه پول نگه داشتم. اینجا به یه حقیقتی دست پیدا کردم و اون حقیقت این بود: ثروتمند شدن از پس‌انداز شروع نمیشه، از حذف رفتارهای بی‌فکر شروع میشه. همینجا بود که فهمیدم خرجای کوچیک فقط پول رو کم نمی کنن، بلکه مرکز ذهنی رو هم تیکه تیکه می کنن و باعث میشن کنترل زندگی از دستت در بره. 25 روز از شروع چالش گذشت. کم کم اتفاقات عجیبی شروع شد. صبح‌ها شفافتر بودم، زمان بیشتری داشتم، احساس کنترل بیشتری داشتم، انتخاب‌ها منطقی تر شده بود و وسوسه هام کمتر شده بود. حذف خرج‌های کوچیک باعث شد مغزم یاد بگیره هر تصمیم کوچیک اهمیت داره. اینجا بود که اثر دومینو شروع شد. اثر دومینو یعنی چی؟ یعنی اینکه خوابم بهتر شد، نظم در کارهام بیشتر شد و باعث شد کارهام جلوتر بیفته.
حتی غذای سالمتری میخوردم و اعتماد به نفسم 2 برابر شد. همه اینا یه جور پیروزی به حساب می اومد و وقتی مغز چند پیروزی کوچیک پشت سر هم بگیره خودش تبدیل میشه به موتور انگیزه. روز آخر چالش بود، روز 30. نشستم تمام خرج‌های این 30 روز رو حساب کردم و نتیجه من 2 تا 4 برابر بیشتر از ماه قبل پول نگه داشته بودم. اما این عدد مهمترین بخش ماجرا نبود. مهمترین نتیجه این بود من بعد از 30 روز تبدیل شدم به کسی که پولش رو مدیریت میکنه، نه کسی که پول اون رو مدیریت میکنه. و این حس به اعتقاد من جایزه واقعی این چالش بود. این چالش 4 تا درس مهم بهم داد که من اسمشو گذاشتم 4 درس طلایی. درس اول این بود خرجای کوچیک خطرناکتر از خرجای بزرگ هستن، چون اصلا دیده نمیشن ولی هر روز تکرار میشن. درس دومش این بود مشکل مالی 90% مردم درآمد نیست بلکه عادتهای غلط مالیه. وقتی که درآمدت بالا باشه ولی عادتهات غلط باشن میشه بیپولی. و حالا برعکسش، وقتی درآمدت کم باشه ولی عادتهات درست باشن نتیجهش میشه رشد مالی. درس سومش این بود کنترل روی چیزهای کوچیک مساویست با کنترل روی زندگی. یعنی اگر نتونی 50,000 تومان رو مدیریت کنی چطور میخوای 500 میلیون تومان رو مدیریت کنی؟ و اما درس چهارمش این بود ثروت از تصمیم‌های کوچیک شروع میشه. قدم کوچیک، تغییر کوچیک و رفتار کوچیک. با توجه به این چالش 30 روزه اگه دنبال تغییر مالی بزرگ هستی از کارهای بزرگ شروع نکن. از همون خرجای کوچیک شروع کن. اگه خواستی این چالش رو انجام بدی حتما پایین همین ویدیو کامنت کن من شروع کردم. من اصولاً به درس‌های تئوری و اینجور چیزا اعتقادی ندارم. من در این کانال یعنی کانال فرمول پنهان چیزهایی رو بهتون میگم که هیچ کسی بهتون نمیگه. چیزهایی که واقعا زندگی مالیت رو عوض میکنه. و اگر میخوایی فرمولهای پنهان پولسازی رو یاد بگیری حتما چنل فرمول پنهان رو سابسکرایب کن چون تازه اول راه هستیم. تا ویدیوی بعدی حواست به خرجهای کوچیکت باشه چون اونا خیلی خطرناکتر از چیزی هستن که حتی فکرشو میکنی.